ما الان صحبتمون در اینه که فردای جمهوری اسلامی برود که انشاءالله برود، خوب است برود، امیدواریم برود، بدون خشونت برود، خودش برود، چون ماندنش به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع خودشونه، نه به نفع دینه، نه به نفع دنیاست، به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع منطقه است، نه به نفع جهان هیچ کس. اونقدر روح و جان مردم ایران از اسلام و حکومت اسلامی و این مقدسات و اینها مجروحه، به دلیل اینکه اینا همه مقدسات هزینه کردن. هیچ امر مقدسی نبوده است که حاکمیت جمهوری اسلامی اون هزینه حکمرانی ویرانگرش نکرده باشه. مردم بسیاری نفرت پیدا کردن از این عناوین، حتی از اسم اسلام و خدا و پیغمبر و امام و اینها. مجروحن مردم. به همین خاطر رسما اعلام میکنن ما از اسلام خوب و اسلام بده شما گذشتیم.